از آهنگ یه ویدیو خوشتون بیاد ولی نمیدونم اسمش چیه. امروز اومدم دغدغه‌تون رو حل کنم با این برنامه که به شما معرفی میکنم. این برنامه آهنگ اون ویدیو رو میگیره و تبدیل میکنه به فایل MP3. به وارد برنامه میشین. وقتی وارد برنامه میشین به این صفحه برمیخورین که میزنین رو گزینه قرمز بالا. اینجا باید ویدیوتون رو انتخاب کنید که مثلا من این ویدیو رو انتخاب میکنم، صداش اینه. بعدش اینجا میاین توی این گزینه کلیک میکنیم و میزنیم رو بخش فایل MP3. وقتی زدید اینجا بالاش گزینه‌های دیگه داره، میتونید ادیت کنید آهنگتون رو. مثلا اینجا میتونید بگید مثلا تا کجا کات بخوره آهنگتون. اگر نیاز نداشتین میتونید دست نزنید. اینجا میزنید تمام بشه. به این بخش میخوره که اینجا آهنگتون رو تبدیل کنید آهنگ MP3. برای به استفادهش هم باید برید توی فایلا فایلای موبایلتون. بعدش میزنید گزینه آهنگ و اینجا میبینید که براتون میاد. امیدوارم این ویدیو براتون آموزشی باشه. دغدغه خیلی ها بود. فعلا خداحافظ.